قهوه که فقط یه نوشیدنی خوشمزه نیست. با هر قلبی که میزنید کلی انرژی میگیرید و تمرکزتون میره بالا. تازه تحقیقات نشون داده که قهوه میتونه حافظه رو تقویت کنه و حتی خطر ابتلا به بعضی بیماری ها رو هم کاهش بده. از اینا هم بهتر، قهوه یه عالم آنتی اکسیدان داره که برای سلامت پوست است عالیه. حالا کی میتونه از اون دورهمی‌های دوستانه با یه فنجون قهوه گرم دستش غافل نشه؟ ولی یه نکته مهم، همه چیز تو زندگی به تعادل بستگی داره. پس از قهوه خوردنتون لذت ببرید، ولی حواستون باشه که تو مصرفش زیاد روی نکنید. قهوه رو به یه عادت سالم و لذت بخش تبدیل کنید. پس دفعه بعد که فنجون قهوه‌تون رو دست گرفتید، یادتون باشه که فقط از طعمش لذت نمیبرید، بلکه دارید به سلامتی خودتون هم کمک میکنید.